سلام، وقتتون بخیر دوستان عزیز و همراه سرزمین خمیر. خب دوستان، امروز قراره با هم دیگه با ابزار 13 عددی فوندانت و کاربرداش با هم دیگه آشنا بشیم و اینکه ببینیم که هر کدوم از این ابزارهاش چه کاربردی داره و کجا شما میتونید ازش استفاده کنید که فرقی نمیکنه شما در چه سطحی هستین، سطح مقدماتی هستین یا سطح پیشرفته. این ابزار لازمتون میشه و باید داشته باشین در کنار ابزارهای دیگه‌تون. مثلا بخواید طرح‌های پیچیده روی کارتون ایجاد کنین یا تزیینات زیبا، میشه از این ابزارها استفاده کرد. خب دوستان، مثلا مثل این ابزار که داخل این جعبه هست که 4 مدل ازش هست و کاربردهای خاص خودشو داره هر کدوم از اینا. مثلا با این ابزار شما میتونید بینی عروسک یا چشمای عروسک رو درست کنید، یا با این یکی شما مثلا میتونید حفره‌هایی روی کارتون ایجاد کنید، یا مثلا گل درست کردین و گلبرگ‌های گل رو میخواین مثلا باهاش صاف کنید یا گودی داخلش ایجاد کنید. میتونید از این ابزارها استفاده کنید، مثل این عکسی که اینجا میبینید. ابزار بعدی که میخوام بهتون نشون بدم این ابزار هستش که این طرفش طرح‌هایی داره که مثلا دوستان شما دامن عروسک رو درست کردین و پایین دامن عروسک رو میخواین طرح‌هایی بندازین که با این میتونین انجام بدین و با طرف دیگهش میتونین خط‌های روی خمیرتون ایجاد کنید، یا مثلا طرح‌های دوخت روی کارتون باش میتونین ایجاد کنید. ابزار بعدی که باهاش میتونید شما برش های روی خمیرتون باهاش ایجاد کنین، به این صورت که میبینید. ابزار بعدی که میخوام بهتون نشون بدم این ابزار هستش که شما میتونید باهاش گل درست کنید، مثل این گل زیبا که میبینید. ابزار بعدی این ابزار هستش که با این طرف شما میتونید دهن عروسک رو درست کنید و با طرف دیگرش میتونید باهاش گل درست کنید. این ابزار بعدی اینها هستن که مثلا با این طرفش میتونید خطهای روی خمیر ایجاد کنید و با این طرفش شما میتونید گودی روی خمیرتون ایجاد کنید، یا برای محوکاری از این طرفش میتونید استفاده کنید، مثل این عکسی که اینجا میبینید. خب دوستان، ابزار دیگه که میخوام بهتون نشون بدم این ابزار هستش که شما میتونید برای درست کردن گل از این استفاده کنید، مثل این عکسی که اینجا قرار دادم. خب ابزارهای بعدی که این دوتا هستش که با این طرف شما میتونید خط‌های یا برش‌های روی خمیرتون ایجاد کنید و با طرف دیگهش میتونید طرح‌های روی خمیر ایجاد کنید، یا مثل طرح دوخت. اینم کاربردهای ابزار 13 عددی فوندان دوستان که با هم دیگه یاد گرفتیم، که امیدوارم خوشتون اومده باشه. و دوستان اگه نظر یا پیشنهادی داشتین خوشحال میشیم که با ما به اشتراک بذارین پایین این ویدیو.